تصور میکنم که اول فصل به جای تخم چمن اینجا سوزن ترگت داشتن، با کود و آب موقعی که بهش دادن تبدیل شده به میخ طویله. آقای فغانی هم که آشناس دیگه اسمش. بله. یاد چی میندازه شما رو؟ منو یاد شیر سماوره. گل دوم رو خیلی بد خورد. گل دوم من یه لحظه شما دیدید انگار میخواست مرغ بگیره. ظاهراً پدرش کشتارگاه داره، اون مرغایی که از قفس فرار میکنن المیر میگیره. یکی از دلایلی که آقای مایلخان گفتم من شکایت کردم به خاطر اینکه میخوام فوتبال پاک رو وارد کشورم کنم. ایشون بخاطر ایشون گفتم. مگه ایشون مواد شوینده است؟ نات شد به نظر من. شما هم تایید میکنید. بله تایید میکنید. محمدیاش طلبا اخراج شد نیمه اول. قبول داری؟ قبول داری؟ محمدیاش این جمله معروف آقا دست بزنی سیخ میشه. نه نمیخواد اصلا صحبت. زمین رو اگر AFC ببینه کار از پلیاف به لحاف هستن کشیده میشه.